سلام، من زهرا نوروزی هستم، کوفاندر و تیم لیدر فیچر ویوز. وقتی که تصمیم گرفته شد که در مورد یک موضوعی صحبت بکنیم، یکی از موضوعهایی که من رو قلقلک داد که من بیام در موردش صحبت بکنم موضوع زنان و بیزینس بود. خوشبختانه من یک پدری رو داشتم، یعنی دارم، که ما رو مقایسه میکرد با بقیه آدم ها، با مخصوصا مردها، و همیشه چرا داشت برای ما که چرا این کار نمی کنید، چرا نمیتونید این کار انجام بدید. و خب از اونجایی که ما هیچ دلیل منطقی برای اون چراها نداشتیم و ما اون کار انجام میدادیم و صرفا هم انجام دادن اون کار رو ازش نمیکرد و همیشه ما رو مقایسه میکرد با بهترین اون فرد و میگفت که چرا خودتون رو برابر با اون نمیدونید. خب این برای یک کسی که تازه وارد بیزینس شده، تازه وارد دنیای کار شده، خیلی کمک کننده بود. ولی خب از اونجایی که جامعه یکم نگاه بیرحمانه تری نسبت به زنان داره، باعث می شد که گاهی وقتا استوب بکنیم و الگوهای برای خودمون نداشتیم. یعنی الگوهامون انقدر محدود به مادام کوری و پروین اتسامی و نهایت مریم میرزاخانی بود. ولی خب خوشبختانه شبکه‌های اجتماعی، یکی از مزایایی که شبکه اجتماعی داره اینه که الگوهای بسیار زیادی رو به ما نشون میده و این ذهن منطقی ما که نمیتونم ها و نشدن ها رو به ما یادآوری میکنه و نشون میده که چقدر خانوم ها پیشرو هستن توی بیزینس و چقدر با کمبودها و با محدودیت هایی که دارن چجوری میتونن توی بیزینس موفق باشن و پیش برن توی کار خودشون، جایی که باب میلشونه و مورد رضایت خودشون، توی حرفه خودشون. و این الگوها باعث میشد که به این ذهنمون رو آروم بکنیم وقتی که به ما میگفت که نمیتونی اون کار رو انجام بدی و جلو بریم. من یک مادر هستم و به تازگی هم مادر شدم. من مادر یک دخترم و هممون اینو میدونیم که بچه ها با دیدن یاد میگیرن، نه با شنیدن. و برای یک مادر که آرزوش اینه که فرزندش موفق باشه و مسیر موفقیت خودش رو پیش بره و آدم شادی باشه، اینه که اول خودش باید شاد باشه و خودش باید اول این مسیر رو بره. وقتی که برام سخت بود یا استوب کردم به اون چراهایی که پدرم تو کودکی از ما میپرسید رو خودم از خودم بپرسم و به الگوهایی که دارم میبینم و همه مشاهدش هستیم اونها رو ببینم و به جلو پیش برم. خب بهترین الگو برای دخترم، برای اینکه اون رو یک آدم موفقی تربیت بکنم، اینه که خودم موفق باشم و بهش یاد بدم این نگاه رو که هر جا براش سخت گذشت به چراها فکر کنه، به چراهایی که اگر جوابش جواب جنسیتی بود که یک جواب کاملا غیر منطقیه و میتونه بسیار الگوها رو ببینه، اونها رو از اونها بگذره و رو به جلو پیش بره. واسه یه سوال، به نظرتون وقتی که موضوع زنان و بیزینس میشه، دیگه وقتش نیست که فقط در مورد بیزینس صحبت بشه؟